بسم الله الرحمن الرحیم. محضر همه شما عزیزان بندگان مخلص رب العزت و الجلال، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عید سعید فطر را برای همه شما عزیزان از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض می دارم. امیدوارم که در کنار خانواده هایتان از صحتمندی و سلامتی کامل برخوردار باشید. طوری که همه من و شما مستحضر هستیم، اطبای عزیز و بزرگوار جهت عدم گسترش ویروس کرونا توصیه نمودند که عید را در جوار خانواده هایتان تجلیل بکنید. بناهن علما هم در کنار اطبا هم صدا هستند و از همه عزیزان خواهانیم که عید را در جوار خانواده هایتان تجلیل بکنید، با امید روزی که رب العزت و الجلال به عظمت و جلال و شکوهش به زودترین فرصت این ویروس را از بین جوامع بشری بردارد. بناهن من و شما از دریچه دل و از دریچه قلب عید را تجلیل میکنیم و برادران عزیزمان را، مسلمان ها را به آغوش میگیریم و همدیگر را حلال میکنیم و خود را آراسته به صفتی از صفات بهشتیان میکنیم. رب العزت و الجلال در قرآن عظیمشان میفرماید و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا، که این آیه مبارکه باید در این دنیا تمثیل بکنیم. من و شما زمانی میتوانیم بهشت آخرت را به دست بیاریم که در دنیا خود را داخل بهشت بکنیم و این آیه بهشت را برای من و شما ترسیم می کند. خداوند می فرماید که ما از دلهای بهشتیان کینه و بغض و عداوت را می کشیم و بندگان خدا برادربار در بهشت در کنار همدیگر قرار دارند. پس ما هم امسال به خاطر ویروس کرونا در کنار خانواده های خود هستیم، ولی کینه ها را از دلها بیرون میکنیم و به حق همدیگر دعای خیر میکنیم و حلالیت طلب میکنیم و از طریق تلفن ها اتصال برقرار میکنیم و میشود که از طریق تلفن ها صله رحم ارمان شما به جا بیاریم. عزیزان، قدر همدیگر را بدانیم. من و شما از خیلی نعمت ها محروم شدیم. سال گذشته می توانستیم در عید همدیگر را به آغوش بگیریم و همدیگر را به آغوش فشار بدیم، دست همدیگر را فشار بدیم. من و شما از این نعمت ها محروم شدیم. قدر یکدیگر را بدانیم، قدر نعمت های رب العزت و الجلال را بدانیم و همدیگر را دوست داشته باشیم. مؤمن باید دوست داشتنی باشد و بندگان خدا را دوست داشته باشد. مؤمن باید مرکز محبت باشد، منبع محبت باشد. از مسلمان باید محبت تراوش بکند. من و شما باید همدیگر را دوست بداریم، نعمتهای خداوند را قدر بکنیم. برادری، دوستی، محبت یکی از جمله نعمتهای بزرگ رب العزت و الجلال. امیدوارم که قدر این نعمت عظیم رب العزت و الجلال را بدانیم. امیدواریم که پروردگار عالم همه من و شما را از گزند روزگار، آفات و مصائب و از ویروس ها و امراض در پناه و عصمت خود داشته باشد. خداوند صلح و آرامش سرتاسری نصیب ملت مظلوم افغانستان بگرداند و همه شما بزرگواران در هر گوشه از جهان که صدای بنده را میشنوید، عید از صمیم قلب برایتان تبریک عرض می‌دارم. موفق و سرفراز و با عزت باشید. التماس دعای خیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.